خب بریم سراغ اولین مبحثی که قراره به صورت ویدیویی پستش کنیم. ICP ICP همون اینتراکرانیال پرشر یا همون فشار درون مغزی. طبق تکسی که ما اینجا داریم و از برونر گرفته شده، ICP متأثر از 3 تا فاکتوره. 1 برین تیشو یا همون بافت مغز، 2 بلاد یا خون و 3 CSF یا مایع مغزی نخاعی. ICP نرمال باید بین 0 تا 10 میلیمتر جیوه باشه. گاهن تا 15 میلیمتر جیوه هم میره که اوکیه، ولی از 15 میلیمتر جیوه به بالا در واقع باید یه زنگ خطری برای ما و بیمار محسوب بشه. یکی از فرضیه‌های مهمی که در رابطه با ICP مطرح شد فرضیه مونرو و کلیه که 2 تا دانشمند بودن که اومدن بالانس بین ICP و این 3 تا فاکتوری که گفته شده رو بررسی کردن. در واقع اومدن دیدن اگر ICP افزایش پیدا کنه چه تغییراتی توی این 3 تا فاکتور صورت میگیره. بذارین دونه دونه بررسی کنیم. برین تیشو یا همون بافت مغز در پاسخ به افزایش ICP منبسط میشه، افزایش حجم میره یا اکسپند میشه. اما از اونجایی که در بالای بافت مغز ما یه لایه‌ای داریم به نام جمجمه یا اسکال، اجازه نمیده که از یه حدی بیشتر منبسط بشه. پس این بافت مغز زیاد نمیتونه توی فاز جبرانی یا کامپنسیتیو به ما کمک کنه. در عوض بلاد یا خون یا همون CSF چون به صورت مایع هستن میتونن جابجا بشن و خیلی راحت به ما کمک کنن. که طبق تکستی که اینجا ما داریم میگه که اولویت بدن با اینه که با جابجا کردن مایع CSF ICP رو کاهش بده یا گاهن با افزایش بازجذب CSF یا کلا کاهش تولید CSF باعث میشه که ICP کاهش پیدا کنه و در نهایت اگر هم نشد که حتما با خون این کار رو انجام میده. البته گاهن هم هستش که هر سه تا این روش رو به کار میگیره ولی نمیتونه ICP رو کاهش بده. در بدن ما یه سری اتفاقاتی میفته مثل سرفه کردن، مثل عطسه کردن، مثل زور زدن یا پوزیشن بدن یا فشار خونی که ما داریم. اینا همشون روی ICP تاثیر داره و یه سری تغییرات جزئی توی ICP به وجود میاد که همشون نرماله و بدن به راحتی میتونه که با مثلا شیفت کردن CSF یا جابجا کردن خون میتونه جبرانش کنه. در رابطه با مراقبت‌های پرستاری و مداخلات پرستاری توی یه پست دیگه کامل بهتون توضیح میدم. فقط تو این پست وقت شد که همین قدر بهتون بگم. مرسی از همراهی.